کسایی وجود داشتن به نام چپراسی مکتب میگفتن یا خدمه مکتب میگفتن. کدام بچه یا دختری اگر یک دو سه روز غیر حاضری میکرد، بازو مدیر مکتب چپراسی رو روان میکرد، میگه در خانه روان میکرد و او شاگرد دیگه برگ وار میلرزید کار چپراسی خانیم آمده. حال مردک استاده است، کالای نظامیش هم در جانش است، یک دن راکت سرشانه هم است، نفر جانب مقابل میاد زیر زناقی میزنیش که پشک مسارک تیر میشم. شما وقت ببینین چپراسی رو ببینین و ای تفنگدارش سعی کنین. این چیز که نظام خراب است، نه؟ چقدر زیباست ما نظام طبق نظام الهی جور بکنیم و این چقدر زیباست. اگر ما عدول بکنیم از آنچه خداوند بر ما گفته، ما سخت رسوا میشیم. باور کنین از یام قدر رسوا میشیم. ملت صدا نداره و ملت آنچنان گنگس و گول است. بسیاری استثناءات وجود داره دیگه. هر کس که نهایت ظلم بکنه بازم بیرق خدا بالا کنه، کل مردم میگه زنده باد دود. ملت صدا نداره. ملتی که صدا داشت هر چیز داره. ملتی که غیرت داشت هر چیز داره. ملتی که شهامت داشت هر چیز داره. ملتی که با دست خود هر چیز آماده بسازن او بهترین ملت است. خدا فخر سر اونها میکنه. ملتی که اتفاق بپذیره. برای قوم موسی علیه السلام عذاب نازل شد از طرف پروردگار جل و علا عظمت. شما پاره اول سوره البقره مبارکه تفسیرش بخونید باز میفهمید. 3 عذاب به اینها تعیین شد. پروردگار گفت برتان میگه که یا به اتفاقی در بینتان میپرتم، یا تمام کالایتان اشپش جانورک میزنه، و یا این است که آب را که میبردانین از زمین خون میگرده. کدامش قبول دارین؟ قوم گفت والا اگر آب خون بگرده خیر، برو چارهش میکنیم، توکل به خدا. اونش شکم اگر بزنه او رو دوا پاشی میکنیم، میگن تا بالای دیگری که است و آب از بین میره. اما به اتفاقی را چطور کنیم که آب در کوزه باشه و خشک شوه و کس خوردنش ندانه؟ گفتن یا موسی علیه السلام به اتفاقیش قبول نداریم، ده تای دیگهش قبول است. موسی علیه السلام به نزد الله جل جلاله مراجعه کرد، در کوه طور رفت، اونجا دعا کرد، گفت یا الهی قوم این چیز قبول دارن. پروردگار گفت به خاطر که به اتفاقی را قبول ندارن 2 عذاب دیگر را معاف کردم، برو بخیر. برشان بگو زنده باد شما. مگر ما به اتفاقی را پذیرفتیم؟ سخت نشنالیست هستیم در یگان جای. پشتون نباشی ولی کارت پیش بره، تاجک نباشی ولی کارت پیش بره، قنداری نباشی ولی کارت پیش بره، وردکی نباشی خیلی سیب نمیگیرن تا دم این پاکی یا در یگان جای دیگر. این چیست؟ این ضعف از همون بالا گذاشته شده تا به پایین. چقدر زیباست که ما به اساسات قرآن عظیم و شأن زندگی خود عیار بکنیم، از رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین و ضعیفترین انسان مسلمانی که نامش لقا هست که مستم. چقدر زیباست که ما اساسات قرآن عظیم و شأن در هر نفس خود مد نظر بگیریم. پروردگار امر میکنه بر ما، ان الله یأمرکم، خداوند امر میکند شما را، ان تعدوا الامانات الی اهلها، امانت ها را به اهل آن بسپارید. و اذا حکمتم بین الناس، انگامی که حکم میکنید، فیصله میکنید در بین مردمان، ان تحکموا بالعدل، فیصله به عدالت بکنید. ان الله نعم ما یعظکم به، خداوند شما را پند میدهد به این قرآن عظیم و شأن و به این اساسات شما متوجه باشید. ان الله کان سمیعا بصیرا، الله جل علی عظمته هست شنوا و بینا. مشنوه که چی میگی و بیناست، میبینه که چی میکنی. پس در این کارها خیلی ها متوجه باید بود. ولی در غیر از او باز خدای نخواسته باز ما به بدها گرفتار میشیم. امروز مردم 4 طرف میگردن. مردم سخت سرگردان است. کل مردم سرگردان است. از امون سیاستمدار ما گرفته تجار ما اقتصاددان ما کلش اکثریتش 99% ما سرگردان است. 1% ما را فهمیدن که راه قرآن است. دیگه هم طبقی کلگی دارم هر چیز تا و بالا زده را ایستن، هیچ گپ جور نیست. هیچ این چیز که منبع های را ایجاد میکنن که ساخته دست بشر است که 1 سال بعد میشانه. اون منبع را که خدا تعیین کرده 1430 سال میگذره، اما روز به روز قابل ارزش شده میره برای ملت. برای ملتی که هوشیار باشد، نه ملت گنگزگول. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه
و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم. الهی اگر آنچه تو دوختی پوشیدم و آنچه در جام ریختی نوشیدم، هیچ نیامد از آنچه میکوشیدم.